شكرا. ان شاء الله خوب باشه استاد محترم. همچنین تمام علمای حقانی آمین. استاد زرده ان شاء الله خوب باشه. الحمدلله. و من یک سوال دارم اینه، در مورد عقیده محمد مدنی بگوید. تشکر. عقیدهش الحمدلله خوب است، عقیده خراب نداره دیگه، ماشاءالله دیگه. نحسب كذلك ونزكي على الله حدا. ظاهرا که میبینیم الحمدلله با اسلام برابره. ما خب زیاد نشنیدیم گپاش، یک چیزی بعد گپا شنیدیم ماشاءالله گپ خوب میزنه و عقیدهش خراب نیست. عقیدهش کش میکنه زیاد عقیدهش مطابق عقیده سلف باشه، صحابه تابعین تابعین ما مجتهدین و کسایی که به منهج صحابه روان هستن. خب خطا هر کس بعض خطا داشته باشه، هر کس خطایی داره، از خود تو نیست که از خطا خالی باشه انسان. اما در مجموع یعنی عقیده الحمدلله ما که چیزی که دیدیم شنیدیم تا ولی زیاد نشنیدیم، کمی شنیدیم، الحمدلله خوبه. عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين.